سلام علیکم، خوش اومدیم به اولین قسمت از این پادکست. امیدوارم که لذت ببرین از این پادکستی که ما اینجا راه انداختیم. این پادکست یه سری پادکست های 10 دقیقه‌ای است که خب ما در واقع چرا ما میگم نمیفهمم این که میگیم من در واقع من اینجا میام یکم حرف میزنم برای 10 دقیقه و همین دیگه. در مورد موضوعات مختلفی هم صحبت میکنم و خب انتظاراتتون رو باید بیاری پایین، چون اینجا قرار نیست چیز خاصی یاد بگیرین و منم قرار نیست چیز خاصی بهت یاد بدم. پس در مورد چیزهای خیلی به درد نخور و مزخرف صحبت میکنیم که صرفا من خوشم میاد. و خب توی این قسمت موضوع این قسمت قرار چیزی باشی که من خودم خیلی خوشم میاد، یعنی صحبت در مورد دیگران و غیبت کردن در مورد دیگران. و خب تو این قسمت قرار پشت سر یارو اسمش چی بود؟ فاکینگ هد، یادم رفت. چطوری میشه اسم اونو یادم بره؟ من کلا تو این سری احساس میکنم خیلی قرار یادم بره موضوعات. اسمش چی بود خدا؟ بابا همونی که هی نقد میکنه اینو، فیلم ها نقد میکنه. احسان منصوری؟ نه اون یکی، اون بهش میگن کمونیست، چپ، فلان. چی بود اسمش؟ من باید یکم ماهی بخورم تا یادم چی بود اسمش؟ چرا یادم؟ به هر حال 2 دقیقه کدوم بذار یه چیز داره گفتن داشته باشم. همون یارو احتمالاً تو ادامه یادم بیاد. اون یارو احتمالاً میشناسید و من اسمش رو یادم رفت متاسفانه. خب من اون یارو رو اصلا قبول ندارم، یعنی اون طوری که نقد میکنه فیلم ها رو اصلا یه ذره هم قبول ندارم، چون که میاد و یک چیز سابجکتیو رو تبدیل میکنه به ابجکتیو. یعنی مثلا اگه از یک فیلمی خوشش بیاد به خاطر این نیستش که اون فیلم خوبه، چون اون از نظر سابجکتیوی، یعنی اون چیزی که مربوط به خودشه صرفا، نه اینکه مربوط به فیلمه، اون چیز سابجکتیوی که مربوط به خودشه رو خوشش میاد، یه فیلمی رو وصلش میکنه به اون ابجکتیو. میگه مثلا این فیلم خوبه به این دلایل، و خب اون همه دلایلش اینه که خب این یارو خوشش نمیاد. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که برین یه فیلم ترسناک نگاه کنین و خب خودتون فیلم ترسناک خوشتون نیاد کلا، و خب بر اساس اون بیاید نقد کنید و بگید او به خاطر اینها دلایل منه که من این فیلم بده، نه اینکه من خوشم اومد یا خوشم نیومد. این فیلم بده یا این فیلم خوبه. و خب من میگیرم از کجا میاد، یعنی مثلا اگه یه فیلمی رو بگه بده میگیرم از کجا میاد، اما اینو نمیگیرم که اینو ربط بده و بگه او این فیلم بده چون من خوشم نیومده بده. اینو نمیگیرم. بعد مشکلش اینه که باید برگرده بگه اوکی این فیلم بده چون من خوشم نمیاد، ولی اینو نمیگه. میگه این فیلم بده چون بده، من بد دیدمش، مثلا فلان جاش کار نمیکنه، بهمان جاش کار نمیکنه. و خب وقتی من نقد این یارو رو میبینم، نقد ویدیوهاشو میبینم دیگه، ویدیوهاشو میبینم، میگیرم که از کجا میاد. میگیرم که چرا مثلا به فورست گامپ بگه او این فیلم بدیه، میگیرم دلیل داره که میگه این فیلم بدیه. و خب دلیلش هم همین الان من میگم و سریع بگذاریم ازش. دلیلی که مثلا میگه فورست گامپ بده یا فیلمای دیوید فینچر مثلا بدن، به خاطر اینه که این یارو کلاسیک هده. کلاسیک هده یعنی چی؟ یعنی کلن از فیلمای قدیمی خوشش میاد. من همه فیلمای قدیمی کاملا مشخصه، مثلا یه سری فیلمایی رو بذاری جلوش
نسبت به جدید و قدیم معمولا قدیم رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون کلاسیک هده، چون قدیم رو فانتزایز میکنه، میگه او مای گاد قدیم همین چیز بهتر بود و اینا. و خب مشکلش دقیقا همینجاست که چون کلاسیک هده و فکر میکنه کلاسیک او مای گاد خیلی خوبه و اینا، هیچ مشکلی نداشتن اون موقع، میاد فیلم های جدیدی که اکچولی خوبن، اکچولی حال میده نگاه کردنشون، هم میاد میدینه بهشون، میگه او مثلا اینجاش بده فلان، با اینکه حالا خوبن واقعا. من فورست گامپ هم الان ببینم باز لذت میبرم، یعنی اون فیلم هایی که مثلا میگه بده رو من دیدم و خب لذت بردم. اوکی. و خب مشکلش همینجاست که توی یک جایی از زمان گیری کرده، یعنی اگه از اونجا بیاد بیرون و اون استانداردهای اون زمان رو ول کنه و چون به هر حال میگم به هر حال هر چیزی یک زمانی داره دیگه، زمان خودش رو داره. خب یعنی اگه مثلا فیلمای چه میدونم اگه اون سری فیلم ها مثلا خیلی خوب بودن، پس این سری فیلم ها خیلی بدن. نه، قضیه این نیست، صرفا آدم به هر حال خسته میشه دیگه از یه دورانی. مثلا الان این 10 سال گذشته دوران چی بود؟ دوران اونجرز و اینا بود. مثلا از سال 2009 تا 2019 سال مارول و چه میدونم فیلم های سوپر هیرویی بود. ولی خب آدم خسته میشه. الان من خودم حال نمیکنم بشینم یه فیلم سوپر هیرویی رو ببینم، آدم انش میگیره، بعد یه مدتی فتیگ یک چیزی رو میگیره. خب به خاطر همین این جایگزین میشه. همیشه اراها همین شکلی بودن. مثلا یک زمانی مثلا دهه 70 خیلی فیلم ها خیلی چیز بودن، خیلی چی میگم بهش، خیلی دارک بودن. بعد اصلا از این همیشه اندینگ فیلم ها اندینگ خوشحال کننده ای نبود. تو دهه 70 همیشه اندینگ ناراحت کننده و اینا بود. بعد که دهه 80 اومد این رو گذاشتن کنار و اندینگات دوباره میبینید شاد شدن، همه فیلم ها خیلی امیدبخش تر شدن حداقل. خب بعد همینطوری میریم دهه 90 دوباره همه برگشت سر جاش، یعنی مثلا چیزایی مثل دیوید فینچر و اینا اومدن و خب ما تو دهه 90 میبینیم که دوباره همه قضیه دارک شد. کلن تیم دهه 90 اینه که همه چیز دارک و نمیدونم کثیف و ایناست. و دوباره دهه 2000 میاد و خب فیلم های کمدی دوباره چیز میگیرن، اوج میگیرن، مخصوصا فیلم های کمدی چه میدونم تریپ رود و فیلم های کمدی از این های اسکولی و اینا. و خب اونجا رو میبینی دوباره برگشتن کمدی و خب آدم خسته میشه. هی تون برای 10 سال دیگه کافیه دیگه. خب مثلا نوار هم میبینیم تو دهه 40 و 50 تا یه حدی مثلا نوار بودن، ولی خب دهه 50 آنچنان نوار نمیبینیم. و خب چرا نمیبینیم؟ چون آدم خسته میشه چون مخاطب خسته میشه، چیز جدید میخواد، استایل جدید میخواد. هی استایل قدیمی خوب نمیام خوب نیست، ولی خب آدم خسته میشه. اوکی. و خب جالبیش اینجاست به نظر من الان زمانیه که دوباره ما برگردیم به همون استایل قدیمی، چون الان استایل جدید خسته کننده میشه. این استایل کلی فیلم سازی الان مثلا یه سری فیلم های جدیدی مثلا ساخته میشن. اون فیلم چی بود؟ لایت هاوس، مثلا دی لایت هاوس اگه دیده باشید، اون فاز فیلمبرداری قدیمی رو داره دیگه. مثلا اونجور فیلمبرداری، اونجور سینماتوگرافی رو الان ما نمیبینیم تو همه فیلم ها. خب وقتی اونو الان ببینی یه هوای تازه‌ای به ریه‌هات میاد، breath air یه همچین چیزی میگن. و خب به نظر من الان آروم آروم داریم برمیگردیم به همون قدیم، یعنی همون استایل فیلم ساختن قدیمی که این شکلی باشه، مثلا اون شکلی باشه. اوکی. و خب این هم خسته کننده میشه و خب کنار گذاشته میشه. یعنی اینطوری نیستش که 100% برگردیم فیلم های نوار درست کنیم، ولی به طور کلی قراره که دوباره برگردیم به همون دوره. بای بای.